پیام به لشکرهای فدایی و قهرمانان مجاهد در ارتش آزادی، ایستاده در سنگرهای سرخ و خونین در رزمگاه لیبرتی. مسعود رجوی، نیمه شب پنجشنبه 7 آبان 94. با درود به شهیدان، قهرمانان پاکبازی که 5 روز پس از عاشورا در سرزمین پیامبر جاودان آزادی با پرچم فروغ در آستان او فرود آمدند و با سلام بر همه قهرمانان ارتش آزادی. تعداد شهیدان تا این ساعت به 23 نفر رسیده که 20 تن از آنها در یک مکان مورد اصابت قرار گرفتند. از تعداد مجروحان در تاریکی شب هنوز گزارش دقیقی نداریم. آرامش و کنترل و خونسردی خود را حفظ کنید و با هوشیاری کامل آماده کارزارهای بعدی باشید. اگر سنگرهایتان در حالت آبگیر نیست، شب را در همین جا بمانید. دشمن زبون به موازات برجام و برشام خود و تلفات وقف ناپذیر در سوریه و شکست در یمن و مخصوصاً آنچه در داخل میهن اشغال شده و حتی در داخل رژیم می‌گذرد، در کمین بود تا با استفاده از بارندگی و بالا آمدن آب در همه جای لیبرتی و با استفاده از زمانبندی در شام پنجشنبه شب با انبوه موشک‌های تقویت شده کار مجاهدین را یکسره کند و یا ضربه کمرشکن وارد کند. بحث مبسوط را می‌گذارم برای بعد. اما سناریو مثل همیشه از 2 ماه پیش در پوشش خانواده که همان مزدوران وزارتی و انجمنهای نجاستی اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس باشند شروع شد. آخر خط هم مثل همیشه سر و کله منتقدین مجاهدین پیدا می شود تا به زبانهای مختلف به تکرار ترجیبند دجال ضد بشر رو بیاورند که خودشان را میکشند یا به کشتن میدهند. ولی ما میگوییم که روز مظلوم بر ظالم هرچه نزدیکتر میشود و سرانجام ارتش آزادی به اتکای مردم ایران بند از بند نظام پلید ولایت و خلافت ارتجاعی می‌گسلد. مصدق بزرگ گفت در مبارزه‌ای که در پیش گرفته این 2 راه بیشتر وجود ندارد: یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران است، یا انقیاد و تسلیم که نتیجهش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی و تحمل مفاسد و مظالم حکومت فردی و دیکتاتوری است. آری، در راستای مقاومت و پایداری در برابر حکومت پلید آخوندی و مزدوران و پشتیبانان آن قیمت را مثل همیشه اول از همه و بیش از همه مجاهدین میدهند
و ما به این سنت سرخ و جوشان حسینی که برافراشتن رایت شرف و آزادی ملت ایران است افتخار می کنیم. بار خدایا از ما بپذیر. قربانتان و خدا نگهدار. بار دیگر با یکایک شهیدان بزرگوار و پر افتخارمان تجدید عهد می‌کنیم. خواهر مجاهد نیره ربیعی از شورای مرکزی مجاهدین، فرماندهان و مجاهدان والا و قهرمان حسین ابریشمچی، منوچهر براتی، فرشید ربیعی، حمید دهقان، ابو طالب هاشمی، اکبر علی دوست، احمد مسچیان، حمید رضا ایمن، کیومرث یوسفی، بهزاد میرشاهی، محمد علی میرزایی، عبدالرضا وادیان، جاسم قصیر، سهراب همایونفر، رجب علی قربانی، حسن توفیق جو، حسن ابراهیمی، شریف ویسی، امیر حسین عداوی، حسین سربازاد، جواد میر سالاری و حسین گندمی.